خدا داد بکردی از سعی نو کشور آباد همه احسن همه خانم تحسین به آن فرزند مادر کی تو آزاد. بلبلی که سرگشته همین افسانه رو بگو. بود نبود یک پسرک بود. پسرک یک اپا داشت. اپاش مریم نام داشت. مادرش وفات کرد. پدرش زنی نو گرفت. زنش نسیم رو خیلی بد دید. او را از خانه فقط آزار میداد. روز مادرش گفت همین پسرتان مرا غم میدهد. از دست او بیمار شدم. پدر از روی قهر نسیم را یک شپلاق زد. نسیم به صحرا گریخت. گور خود. اپاش مریم او را جستجو کنی رفت. در راه استخوان‌هایش را یافت و به شاخ درخت آمیخت و همانا به بلبل تبدیل یافت. چند وقت در جهان پرواز کرد و باز به خانه آمد. پدرش را در گیردش چرخ زد. پدرش گفت ای بلبلک بیزار کردید یک شعر خوانم. خان گفت پدرش من بلبلی سرگشته در کوه و در پشته از ماینده گریختم از پدرم گریختم. اپای دلسوزی من استخوان‌های مرا چیده در شاخ درخت آویخته بود. تشکر. میدونی واقعا با حتی شعرش رو هم از یاد کردی. باز یک افسانه دیگر هست بیدانه و روباه. همین بیدانه زنی رو که برای یک شوهرش طعام میبرده. بله. همین چطور فریب داد؟ پیشش میرفت. زن گفت که بیدانه رو میگیرم و رفانه بود. روباه همان آمد و طبق خواب خالی کرد. درست است. باز یک افسانه دیگر هست. تو خوندی من که آب میارم شما چی میخورید؟ چند آدم بودن همونها؟ 4 آدم. چیکار کردن؟ چی یافتند از راه؟ از راه در آسیا بیافتند. در آنجا نشسته بودند. یک مرد از خانه اجنان و جوغات آورد. در آنجا آب میاریم گفتند ولی یگان کس نرفتند. گفتند کسی که گم میزنه ان همون میرفته آب میارد. یک مرد آمد و بعد همه نان و جوغات را خورد و 5 انگشتش را به روی تنبل‌ها شکیده رفت. یکی از آنها گفت وه ناانصاف همه را خورده رفت. تشکر. میدونی عیناً همین خیلی است. در سراغ دوست همین خارپشت با کیها واخورد؟ با کدام حیوان ها؟ بعد با کدامش دوست شد و برای چی؟ با روباه و شغال و گرگ. با سنگپوش دوست شد. سنگپوش گفت دوست هر خیل می شود. برای چی دوست شد؟ همین خارپشت نترسید. سنگپوشت از خارپشت نترسید و دوست شد. برای چی؟ برای آنکه خای خارپوش به سنگپوش نمیرسد. درست است. هر دویش چیه؟ دیگر خیلند. سنگپوش در پشتش برای سنگ دارد. خای خارپوش به اون نمیرسد. درست گفتی. باز یک سوال دیگر. یک کتاب هست عطا میرخواجه نوشتگی افسانه سرگذشت اند و انگ. اند و انگ چی میسازند؟ اند و انگ میروند به خانه که آنجا الف بابا زندگی میکرد. بعد چی ها میسازند؟ رها بابا شعر میخوانند و اند و انگ به هر چیز تبدیل میابند. هر چی تبدیل میابندن با حرفی هم. مثلا اند پسری که در حکایه امیک ملیسی اکابر شریفی بود نامش چی بود؟ انور. از چی میترسید؟ از کی میترسید؟ از میلیسیا. پسری ملیسی چی نام داشت؟ صادق جان. صادق جان. آفرین. عینی رو مکتب دخترانه بردن همین خیر نه؟ بله. چرا؟ برای آنکه در مکتب دانلا سواد آموختن نتوانست. در مکتب دخترانه خلیفه بیبی جزا میداد بچه ها رو؟ با آستینش میزد. با آستینش میزد. غلبه ستاره رو هم خواندی؟ بله. همین ستاره چرا چشمش زخمی شد؟ برای اینکه بابایش آیه هستن شیشه پا به چشمش زد. شیشه پا رو به چشمش زدن؟
بله. بعد چرا او رو در نقش یک چشمه گذاشتند؟ برای آنکه لطه چشمش را نگیرد. آفرین. لولا چینی رو خوندی؟ بله. یوسف و هاشم در راه با چی با میخرند وقتی به لولا چینی میروند؟ اول با کبک ها یکی کشته شدن. با کبک یا کبک ها؟ کبک. کشته شده ها؟ انیقترش پری کبک. همین خیلی نه؟ بله. بعد چی گفتگو میکنن؟ اون رو چی خورده است؟ هاشم میگوید که این روباه خورده است. یوسف میگوید اگر روباه خورده باشد پرش را نیز میخورد. هاشم باز میگوید گرگ خورده است. یوسف باز میگوید اگر گرگ خورده باشد حتی ناخونهایش را نیز میخورد. گنجشک یکرو رو هم خوندی؟ بله. همین بختیار چه خیلی بچه بود به فکر خودت؟ بچه نغز بود یا بد؟ نغز بود. چرا؟ برای آنکه گنجشک را از دست گربه نجات داد. چرا همین گربه گنجشک رو نخورد؟ برای برای آنکه سیر بود. سیر بود. آفرین. سیر بود. سنجش رو خوندی؟ بله. در همین سنجش دربانی مکتب چی نام داشت؟ عبدالجبارمک. عبدالجبارمک برای چی دیر آمد؟ برای آنکه نبیرش بیمار شد. بله. وقتی که همین عبدالجبارمک دیر آمد کو بچه ها کار روزنامه رو تمام کردن. همین خیلی نه؟ بله. بعد با چی کار مشغول شدن؟ با صورت تماشا کنی. بعد از آن رفتند و با کابینت دایرکتور در آنجا رادیو گوش کردند. با رادیو سر کار گرفتن و پیش صورت تماشا کردن. همین خیلی؟ بله. جزودان رو خوندی؟ بله. کی بود قهرمانش؟ اسرار. همین رفتار اسرار به خودت پسند اومد؟ بله. چه خیر؟ او 45,000 سامانی یافت و صاحبش را نرفت. در آخر صاحبش را یافت و به صاحبش داد. پیرمرد و سپاهی رو هم خوندی؟ بله. پیرمرد چی نام داشت؟ صفا. بابای صفا. ها؟ بله. همین سرکرده برای چی بابای صفا رو زین زده شرط گذاشت؟ زینی خر باید میزد در پشتش و شرط گذاشت. چی میخواست؟ میخواست که او را بکشد. باز یک سبب دیگر داشت که یک نقص فکر کن. میخواست از او همه قدرت شهر را فهمند. درست. و به آنجا هجوم کند. دروغ رو هم خوندی؟ بله. از ابا عبدالله رودکی چی میتونی خونی؟ شعر. مرحمت. بوی جوی مولیان آید همه، یادی یاری مهربان آید همه، ریگی آمو و دوستی های او، زی پایم پرنیهان آید همه، آبی جیهون از نشاطی روی دوست، خنگی ما را تا میان آید همه. ای بخارا شاد باشو دیزی، می نزدت شادمان آید همه. میر ماه هست و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همه. از شاهنامه هم از یاد کردگی؟ بله. مرحمت یک پاره خونه از آغاز کتاب. بیناهایی آباد گردند خراب، زیباران و از تابشی آفتاب، پیافکندم از نظم کاخ بلند، کی از باد و باران نیابد گزند. بدین نامه از عمرها بگذرد، بخواند هر آن کس که دارد خرد. نمیرم از آن پس که من زندم، که تخمی سخن را پراکندم. هر آن کس که دارد هوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین. تشکر. کفایه. بیژن جان، شما از سیدعلی مأمور خیلی شعر زیاد از یاد کردید که درباره تاجیکستان یک شعر خوانید. ما تاجیکان یک عالمیم، جمع و پریشان با همیم،
در این دیاری فیضبار از فیض مهرش زنده‌ام. ای تاجیکستان جان ما، ای مرز پر احسان ما، تو خانه امید دل هم قبله ایمان ما. ما با رفاقت زنده‌ام، ما با صداقت زنده‌ام، عشقی وطن در سینه ها ما با محبت زنده‌ام. ای تاجیکستان جان ما، ای مرز پر احسان ما، تو خانه امید دل هم قبله ایمان ما. بسیار خوب. درباره مادر از ایجادیات امین جان شکوهی بنورش گرچه این خورشیدی خاور فراگیرد جهان را سراسر، نمیگردد ولیکن او برابر به این پرقوتی با مهر مادر. فقط مادر به هر گرما و سرما همیشه بر سر گوهر ما. نکردم مژه ته بنشسته شبها، بپرورد و چو جان بگرفته در بر. وجودش چون به فرزند است پیوند، ورا خواند به خود جان و جگر بند. اگر خار خلد بر پای فرزند، رسد اندر دلی مادر چو خنجر. برای فکر و یادی پر امیدش، برای حرمتی موی سفیدش، به جان هم حرمت و عزت کنیدش، نباشد تا که چشمش هیچ گهتر. درباره دوستی نباشد شعر خوانید. تا توانی دوستان را گم مکن، دوستانی مهربان را گم مکن. در جهان بی دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم مکن. دوست را از دوست جانم فرق کن، دوستی پیوندی ای جان را گم مکن. تیلو زیر درخت از نسیم عجب. نسیم رجب. یعنی انجام همین تیلو زیر درخت چگونه است؟ رؤوف و جمال آن مرد را خیال میکنند که او دزد است و پگاه رفته خودشان میکابند، ولی از آنجا تیلا نمیابند. آن مرد برای خراب شدنش درختان را میکافت. تشکر. قوقوی تنها این اثری کی است؟ قوقوی تنها همراه اولیاپور. یعنی مضمونش چی است؟ پوپکچه میرود در راه با تاران را میخورد، با برگ چوکوی را میخورد و با بوته خار را میخورد. بوته خار به او میگوید که به فرق سعی من برا دوستان ندارم میبینی. قاقو میبراید و خار به پایش میخلد. او به آسمان پرواز میکند و در یک جا میافتد. در آنجا قاقوی بسیار بود. همان زمان شمال وزید و قاقوها پهن کرد. ما پریشان فرزندان کرد. قاقویم گفت. تشکر. معلم به خواننده میگوید من به تو یک قلم، بعد دو قلم، بعد 3 قلم دادم. در دستت چند قلم داری؟ خواننده گفت 7 قلم. معلم گفت با طرز دیگر میفرمانم من به تو 1 سیب، بعد 2 سیب، بعد 3 سیب دادم. خواننده گفت 6 سیب. خیلیت، اکنون به طرز اولا میفهمانم من به تو 1 قلم، بعد 2 قلم، بعد 3 قلم دادم. در دست چند قلم داری؟ خواننده باز گفت 7. 7 از کجا پیدا شد؟ پرسید معلم. خواننده گفت من خودم 1 قلم دیگر دارم. آفرین. یک چیستانی قرائت کنید که جوابش سگ باشد. عکاسه که پشتی در، نغمه ها داری بستر، صدای دا کن بستر، خوراک دا خور زودتر.